درود به تماشابینان و شنوندگان محترم ما. پیش از همه درباره ایران گفتنیم که یک خبر از تحلیلگران شنویدیم که پاپا اسکوبار کدام تحلیلگری گویا که از پاکستان خبر گرفته است که ایران سلاح هسته‌ای ساخته است. شاید که فردا پگاه همین خبر خود ایران هم بگوید که آیا ساخته است یا نه. با گفتی بعضی رسانه ها از این برمی آید که ایران به مقصدش رسید، به خاطر که بعضی مثلا من بسیار چیزا رو تماشا میکنم. بعضی همین مثلا پرزیدنت امریکا محترم ترامپ و دیگر پرزیدنت هایی که با ضد ایران به خاطر اورانیومش که به ما سپرده شود، لحن گپزنیشان بسیار تند بود پیشتر. حاضر به یک آرامی، حاضر به یک لحنی معتدل سخن میرانند و همیشه به خاطر گفتگو یعنی دیپلماتیا کار بردن گپ میزنند. همین هم من یک تجربه کردم که دیدم که همین شاید که ساخته باشد، لیکن من باوری دارم که او پیشتر تا حتی ساخته بود، به خاطر که ایران با دریایی که آب خشک شده بود و اون دریا باز آب می رود، باز می آید. ایران مملکتی نیست که او همین خیل او شکسته شود. این مملکتی بسیار پرقدرت و چندین هزار سال تاریخ دارد و همین خاطر با ایران شک و شبهه نیست. با او اگر که چی می سازد چی نمی سازد، چی پیشروی دارد، یگان شبهه چی گپی اگر که گویند شبهه نیست. خلاصه که همین شاید اگر که او ساخته باشد در اینجا بسیار شاید یا که یگان جنگی سخت شود، شاید که تماما نشود، یگان با دیپلماتی همین رو حل کنند، دیگر با ایران کار نمیگیرند. ایران گلوگاهی ارموز در اختیار ایران است 100% حاضر. مثلا بسیار تغییرات ها باید با وجود آید. خیلی ما با صبر میکنیم میبینیم که یک دو روز دیگر چی گپ میشود. خیلی بعضی مثلا با یک دیگر راکت پرتافتن، مثلا ایران هم جوابای بسیار تند و سخت داده ایستاده است میبینیم. خیلی خداوند عاقبتش بخیر باشد. ما طرفدار دیپلماتی هستیم همه وقت. مثلا اوکراین با روسیه هم مثلا من از پرزیدنت اوکراین محترم زلنسکی و از پرزیدنت روسیه محترم ولادیمیر پوتین هم گوش کردم که اونها هم میخواهند که صلح و ثبات باشد، لیکن خیلی اینجا نمیفهمی این چی سیر و اسرار است. اینه با خداوند خودش میدونه. گفتی همون چی که پسی پرده چی میگذارد ما نمیدونیم در اینجا و همون خاطر حاضر پیشکی ما گنجی گفتن نمیتونیم. لیکن مثلا من همچون یک فکری شخصی خودم میگویم که ایران نباید شکست خورد. اگر نمیدونم اکنون نباید شکست خورد، این ناممکن است. بعضی دیگر مملکت ها شکست خوردنشان ممکن است، لیکن ایران نه. خیلی بعضی آدمایی هستن که مثلا که از هیچی سواد هم نیست، دانش نیست، لیکن از فکر خودش هم هر چی ایدنش برآمد گفتن میگیرن. میگن که هر گاو و خری که صاحب دنیا شد او را به جهان نام نکو پیدا شد. نارفته به مکتب و نفهمیده سخن از کجروی زمانه داملا شد. همه رنگی هم بعضی داملاهایی که سواد ندارن، الف لام فرق کردن نمیتونن، نیکی گپ میزنن. مثلا اگر که یک سوالش برای که نگن که نادانه گفته، ای پیش خودش شریعت یک چی ای پیش میگه که بگن که هم میدونیست در حقیقت این نشانه ترا میدونن که تو نادانی، نیکی همه خب میکنن. مردم نمیدونم از خاطر چی باشه
یک نفر اگر از این گپ زند در همین یک بار یک نفرش در همون جمعیت گپ زدم تلخ کفش تو رفتنش قدیم قهری کرد دیگه گپ نزد قدیم در پیش مردم بسیار دروغ گفت بسیار همین حرامخوری را تشریح کرد در روش گپ زدم همین در درسیش در جمعیت گپ زدم نکه همه هیچ کس نفورید خفه کردید اون را خفه تلخش کفه او مردم با گمراهی برای من باید گپ نزنم اونا و همون خاطر من مثلا همچون یک فهمیشی مثل با عقلانه قطعی میگم که مثل ایران مملکتی نیست که مثلا با آسانی جانتیه شاید که با ویرانی بیا بعد شکست خوره و جانتیه لیکن خیلی با آسانی نیست های با عاقبت خداوند شاهد است خداوند خودش میدونه میبینیم عاقبتش چی میشه باشه خداوند همه دنیا در تنجی امونی باشه صلح و ثبات باشه جنگ خرابی آوره به یگون کس فایده نمیاره مخصوصا به آدما میارن مخصوصا به آدمایی که به همین کار سر کار دارن اونا دا فایده داره مثلا خیلی مملکت‌های هستن که به خاطر شخصی خودش اویله خودش مثلا یا که به خاطر همون منفعت خودش مثلا مملکت‌های عرب هستن که به خاطر همون دولت خراب کردگی هم در اختیار دیگه دولت ها هم لیکن ای دست نمیتین همون کرسی را که مثلا که انا خواه اگر حیاتش را پیشروی نشه نیکی کرسی را ای دست نمیتین با همون خاطر ما اگه او طرفش خداوند خودش می خدا حافظ شما و ما خدا نگهبان باشه در پناه خدا باشه فکر و ملاحظه خود را نویسید در اینجا لایک همون دیگه دیلک دارم را بزنید باقی سلامت باشید